مطمئنم خیلی ها دوست دارن این ویدیو وایرال نشه. خاک کل جزایر این کشور 1/5 جزیره قشم. تنوع آب و هوایی ایران رو نداره، کشوری که فقط ساحل و دنیای زیر آب داره. اینجا تمرکز اصلی فقط روی گردشگری هست. سالانه میلیون ها گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن این کشور. سهم توریست ایران با تنوع آب و هوایی بالا از جنگل تا کویر، از کوهستان تا صحرا چقدر؟ ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. الان هم میبینی نرفتم از این خراب شده، موندم زندگی تو رو سیاه کنم، موندم حقمو بگیرم. اینجا همش مال من، همش مال من. همیشه یکی از حسرت‌ها، افسوس‌ها، ناراحتیام رفتن بچه‌ها به اون ور هست. واقعا هر یه نفری که از ایران خارج میشه و میره، من انگار یه خنجر به قلب من زده میشه و خیلی ناراحت میشم، خیلی افسوس میخورم.